ببینید، اولا در اسلام ما بابی داریم در بخاری که هیچ وقت نمیگم فلانی شهید، یعنی من شده از این که بگی فلانی شهید، ولو این که در جهاد در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شده باشه، چون این به نیت طرف وابستگی داره که نیتش به خاطر چی بوده. یک روزی خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردن یا رسول الله، کسی به خاطر قومش می جنگه، کسی به خاطر وطن می جنگه، کسی به خاطر شهرت می جنگه، کسی به خاطر یعنی نام و نشان می جنگه، کدامش فی سبیل الله است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من قاتل لتکون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. کسی که برای اعلای کلمت الله جنگ کرده باشه، جهاد کرده باشه، کشته شده باشه، این فی سبیل الله هست، یعنی این شهید واقعی است. و این مسئله است که بین طرف و بین پروردگارش است. ما از نیت‌های انسان‌ها خبر نداریم. امکان داره که کسی باشه که در مثلا در بین صف دشمن باشه، اما مسلمان باشه، مؤمن باشه، به خاطر خدمت به دین رفته باشه، در اونجا کشته بشه، شاید هم به توسط مجاهدین کشته بشه، بره به بهشت، و در بین مجاهدین جاسوسی باشه، خائنی باشه، دروغگویی باشه، منافقی باشه که کشته بشه، در بین مجاهدین بگن شهیدم شده اما بره به جهنم. این بستگی داره به نیت. اما حکم کلی اسلام این است که با متجاوزین، با کفار، با یهود، با نصارا نباید همکاری کرد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای کسانی که مؤمن هستید، یهود و نصارا رو رئیس خودتون، آمر خودتون، برتر خودتون، یار خودتون نگیرید. و کسانی که در کنار یهود و نصارا، در کنار ناتو، در کنار نیروهای آمریکایی می ایستادن، با اونها همکاری می کردن، بر علیه ملت، بر علیه مسلمان ها می جنگیدن و با اونها همکاری می کردن و در جنگ ها در کنار اونها بودن، به وارد خانه های مردم می شدن، مسلمان ها رو می کشتن. این حکمش در اسلام واضح است. کسی که با کفار همکاری بکنه، بر علیه اسلام و مسلمان ها دستش رو در دست اونها بگذاره، این به این میگن مرتد. اما این که مثلا در پلیس بوده، در بخش هایی بوده که در اونجا رویارویی مستقیم نبوده، در جرم و جنایت ها شرکت نداشته، این برمیگرده به نیتش و برخورد الله سبحانه و تعالی با او.